اینچنین با آب تازه میکنیم تا که خوب بینیم که چی نمود یاره است، خونین است یا که فسادی است، زرداب داره نداره، چی گونه است. نه تازه میکنیم، خوب سیر میکنیم، میبینیم. تمام. خونینه باشا درونه بگی بین سیملیک خورده شده رفته است خود درمتی. پاوزش کن. ما اینه در اینجا این گوارا ناخونشون خورد کردیم، یعنی پودو درمتی چی دیگه هستن. مثل عینی حال اینطوری مثلا درونی بین سمها خودشون، یعنی پودو درماتیت، کسلی پودو درماتیت. اینا رو ما سیر میکنیم در این چنین مکینه، در این چنین اپارات میدوزیم. پاشون رو تمیز میکنیم، تازه میکنیم، دوا میکنیم، بنداژ میکنیم. اینا لکه ما یک پوچه رو بنداژ کردگی هستیم. این اپاراتی ما که برای گاوا خوب نزدن و کوین نکردن، چون این اپارات در کار است، چون این ماشین در کار است. خب ما از این دوا استفاده میکنیم. این دوایی که ما در استفاده میکنیم در پوچه های گاوها. و این بنداژی ما وقتی که پوچه ها خورد باش به این بلگرکه تراش میکنیم پوچه ها را. به این بلگرکه تراش میکنیم پوچه ها را. این کارچه سوم تراشی است. این یکش طرف راست است، این یکش طرف راست است، یکش طرف چپ. سومی که پالنی خورده شده یارش لگی باشد طرف صحت شده میمونیم تا که طرف یاره در زمین نرسه، چرک گناهی نگیره. خب حال با نشان میتیم طرزی دارو موندن و کردن رو.
تمام. این ترزیب بندی هستی تو که یاره که در بین سمودی که گوه است